به همین شلوار قسم تا آخر ویدیو اینو بشین و عشق کن و بخند و پاره شو. بدرود. سلام قربونتون بشه. هلو برو بچ، بزن بریم سراغ ویدیو. سلام برای چطوری؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. هلو برو بچ، اومدیم با پارت دوم شجاعت حقیقت و اینکه با مجازات خودت شجاعت میگیم. جرأت جرأت رو میگیم. شجاعت داره. آره اصلا خودش دیگه مجازاته. خب یه سنگ آزمایشی بکنیم که سوال خصوصی نگاه نکن. خصوصی وای ببین یه دونه سنگ آزمایشی میدیم چون دفعه قبل من شروع کردم. نه نمیدونم. خب میخوام هیچ جور میپرس 1 2 3 به عقلش یعنی من این آوردم این تایش نگاه. نه یه بار دیگه سنگ کاغذش خب جرأت یا حقیقت؟ جرأت سس تند بخوره یا بالفهم با بدم دهن تو یخچال. آره بچه‌ها تو سس تند سگی میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. کم بریز خودت با ببریم در موقع بسته. بچه یه چوسه براش ریختم. دروغ میگه، نصف قاشقو هست. خب بخور قربونت بشم. مرسی نمیخوام. بخور. بخور نه اوف سمت بورو اینطوری نکن. سمت اینطوری بخور. همین میکنم. همین چرخو بکنم تو بخور شده نده. بخور نه پایین خورد. بیا آبو بزن بگو بابام بزرگم کرد. خب این نوبت منه. من حقیقت آخرین بار که جغ زدی ها فکر کن ها میره. 2 ماه پیش تقریبا. انشالله. والا خب جرأت یا حقیقت بزرگترین ترسه بزرگترین من نباشم تو زندگیش. من نه جدی نه خدایی دارم میگم. برو دوش نمیخوام. قنچه بیارید لاله بکارید خنده بردارید میره. خب برو من این دفعه جرأت رو میگم. از اونایی که میدونم چی دوست نداری، آبلیمو دوست نداری. چطور آبلیمو؟ ریدم داره میرسه و غیر میده چشاش دل ما رو دریده. من اینقدر نمیخورم. بچه ها الان تصویر من همه ریدم. بخور دوباره من اینقدر نمیتونم بخورم. بخور بابا چی تخمی نمیده. زود باش. من تو خطه باید ریختم. من اندازه همین میریزم توی. نخور بخور. نه یکم میخورم. ناموسه خیلی تنده. تا اینجا بخور. تا هرچه خودم میگم بخور. بیلا بخور. نمیتونم حاجی. خوش خیلی بده. یه قطعه هم نخوردی بچه ها. اصلا تقلب بچه ها اصلا تقلب. وای دارم میمیرم. خب یه آبلیمو خورده تو سو. خب منم حقیقت تیرسان 2 نفره. 2 نفره. آفرین نه تیرسان کاسیش کنی قابل لفات بشم. خب بپرس جرأت حقیقت یه راز بگو. یه راز راز برای تو من هیچی نبوده که مثلا نگفته باشه. تو همشو میدونی. مثلا یه راز بخوام بگم که هیچی نکرده باشه همون جریان دانشگاه خونمون نگین مادی آباد رفتیم. خب کی اومد؟ صدا رو خب من با یکی از بچهای دانشگاهمون رفتیم رو کار. همین خب توی جرأت دارم. حقیقت نمیخوای جرأت بگی بابا؟ نه آخرین دروغی که گفتی به من بزرگ و کوچیک مثلا سنی دروغ ریزم خیلی وقت پیش مثلا دروغ نگفتم. کوچیک بزرگ مثلا گفته باشی فلان جا بودی. نه هیچ دروغی نگفتی.
نهایت گفته باشم خوابم بعد مثلا ببین بخوام مثلا 5 دقیقه بعدش خوابیدم همون لحظه نخوابیدم نکنه شبا همین نه ایشالله دستم فقط باید کنم یه بار یه بار دو تا صفر با جلوش یه صد بار ایشالله که راست بچه جنبه نداره ایشالله که رو تو حقیقت حقیقت پای اکساتو خوردی؟ نه اکساتو نه خوشم نمیاد جایده خوشم نه جدی نه اصلا خوشم نمیاد شالا که دروغ هست راسته انرژی نداری بچه داری انرژی نداره انرژی نداره اصلا آره کنم کار کردی همین خب منم توی نه توی بگو خب حقیقت بازم منم یعنی تو با از من بپرسی جرأت نکی دماغمو لیست بزن مثلا بعد زمان برای جوری میشن بله لیست بزن ببین چه جوریه بیا بیا چندش خب تو ندی حقیقت نه تو جرأت کردی حقیقت حقیقت نداری فقط جرأت داری بعدم آخرین سواله نداریم حقیقت فکر کن فکر میکنم نه وایسا دروغ دروغت گفته باشه آره گفتی اینجا کسی داره فکر میکنه و کدومشو بگم نه وایسا ببینم چه کدومش با فکر دوست داره چی بگم فکر کدومش نه اصلا با فکر کنم در مورد چه دروغ گفته باشه شده مثلا یک بار یادمه اوایلش مثلا میگفتم با مامان بابا میرم بیرون یه شبش مثلا با بیدی رفتم بیرون اون در 1 ساعت بوده 1 ساعت که زد میدونم کی بوده امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشی و به قول کوروش امیدوارم از این ویدیو چیز جدیدی رو یاد گرفته باشی که هیچ یاد نگرفتی اگر دوست داری پارت سوم براتون بسازم و مجازاتی نداره و جرأت‌های قوی‌تر و بهتر و بدتر رو براتون بشه همین الان تو کامنت بگو قربونتون بخورمتون چون خداحافظی کن بای بای بدرود بدرود